مثلا یک عالم الفیه عراقی را در وقت طهارت حفظ کردیان. الفیه عراقی آید علم مصطلح الحدیث است. 1000 بیت شعر، یعنی علم مصطلح الحدیث را خلاصه کرده است در همین 1000 بیت شعر. همین کتاب که از یاد کردیان فقط برای این وقت جدا کردیانده. باره استاد ما گفتم که همین وقتی که از خانه تا دانشگاه میریم ما در ماشین قرائت کنم به شما. اون کس گفته بودن که من این وقت برای نمازی برای ذکری صباح جدا کرده هستم. اصلا یعنی در خانه نشسته ذکری صباح کنید وقت میرود 10 دقیقه 15 دقیقه. لیکن این من وقتی رفتم به دانشگاه جدا کردگی هستم تا اینکه در این وقت من ذکرهای صباح کرده روم. یعنی در سری چنبرک ذکری صباح در سری چنبرک کرده میشه، لیکن کتاب خونده نمیشه. یعنی انسان وقتاش ترتیب میتید. خلاصه منظومه الفیه عراقی را حفظ کردین فقط در وقت طهارتشون. طهارت میکردین و یک قاری وظیفه دار کردین که هر وقتا که طهارت میکنن و قرائت میکرد از الفیه را، از همین ابتدای طهارت تا آخری طهارت 1 دقیقه باشد. یعنی در یک روز اگر 5 مراتبه به 5 وقت نماز طهارت میکنه، به نماز تهجد یا به قرائت قرآن اگر 7 مراتبه 8 مراتبه طهارت کند، 7 دقیقه اگر برای طهارت در یک شبانه روزش صرف شود، 7 دقیقه الفیه عراقی خوانده میشد است براش به ترتیب. خلاصه همین الفیه عراقی رو فقط در وقتی طهارت حفظ کرده بودین، شنیده.